زمان به کمال رسید، خدا پسر خود را به جهان فرستاد. چون روح القدس بر شما آید، قوت خواهید یافت و شاهدان من خواهید بود، از اورشلیم تا اقصای جهان. زمان آن است که در شکاف دیوار سرزمینمان ایستاده و دعا کنیم. زمان و فصل تازه ملاقات خدا با مردم سرزمینمان رسیده. تا خداوند عطا کند تاجی به عوض خاکستر، روغن شادمانی به عوض نوحه‌گری و ردای تسبیح به جای روح کدورت. پس افتادگان برخیزید، اسیران آزاد شوید، مریضان شفا و امیدی تازه بیابید. صلح و سلامتی و امنیت و برکت و شادی و شالام خدا را بر تک تک مردم سرزمینمان اعلام می کنم به نام عیسی مسیح. آمین.
منم ایران زمین خسته از درد، به زنجیر ستم جان و تنم سرد. شبی تاریک در چنگ سیاهی، دلم در بند در حسرت و آهی. ولی ناگاه نوری از درونم، امیدی نعره زد از اندرونم. شنیدم نغمه یوبیل در راست، که وعده خدا همواره با ماست. بتابد نور و امید و رهایی، ببارد همچو باران بهاری. طبیعت جامه گل بر تن آراست، سراسر جملگی ایران به پا خاست. صدای رقص و پایکوبی بلند شد، همه اقوام ایران یک صدا شد. بیاییم تا ز نو ایران بسازیم، به دشمن یکه و محکم بتازیم. ز تن بیرون کنیم لعنت و نکبت، بپوشانیم لباس فیض و رحمت. عزا و شر و بدبختی به در کن، دروغ و کینه را در کل حذر کن. به جایش مهر و نیکویی به تن کن، ردای افتخار تاجی به سر کن. ببار باران خوش باران امید، زمین تشنه گردد سیر و لبریز. مسیحا نام پاکت را پرستیم، که ایران را رها کردی ز پستی. همکنون جشن نور و رستگاری است، برای مردم ایران رهایی است. برقص ای خاک سبز و پاک میهن، بخند ای جان آزاد شاد و روشن. که یوبیل است و هنگام برکات، که ایران جملگی رسته ز ضحاک. آمین. خوش آمد میگم به تک تک شما عزیزان. نوروزتون مبارک باشه. بهار 2584 شاهنشاهی رو به تک تک شما عزیزان تبریک میگیم و آمین که امسال سال بسیار خوبی رو در فیض و رحمت و برکات و نیکویی خداوند شروع بکنید. سروده که با هم شنیدیم کاری بود از مینیستری ایلام زنده و اسمش هست یوبیل ایران و ایمان داریم که یوبیل ایران در راهه. و در رویا بودم که دیدم کرنای یوبیل در آسمان نواخته شد و فرمان آزادی ایران صادر شد. میدونم همه چیز یک شبه نمیشه، ولی وقتی که فرمان صادر شده کیست که در مقابل خداوند بتونه بایسته؟ سرزمین ما طبق وعده خداوند در ارمیا 49 آزاد خواهد شد و هیچ قدرتی در دنیا نمیتونه جلوشو بگیره. شاید امروز به فردا بشه، اما سرزمین ما آزاد خواهد شد. در ابتدای جلسه میخوایم کلام برکت رو بشنویم، میخوایم به همدیگه برکت بدیم، میخوایم تمام اقوام ایران رو از هر گویش و از هر زبان برکت بدیم. میخوایم برکت رو به خانه هاتون ببرید، برکت از خودتون شروع کنید. شالوم خداوند با تک تک شما عزیزان و نازنینان باشه، از هر خانواده که هستید، از هر شهر، از هر دیار، از هر جا که هستید. شالوم خداوند با تک تک شما باشه و میخوایم به چند تا از گویش ها و زبان های محلی ایران برکت خداوند رو با هم بشنویم. میخواد دست بزنی. ای خداوند، تر شکر کنم که امر تازه سال درون برکت دهی، امر محافظت کنی. تی روی امی ثروت بو امر رحم بکن. تی آرامش تو مام تازه سال روزان درون امی سر جاری ببه. گیله بررن، گیله خخورن، پیله ترن، گیله زکن. شمی نوروز شمر مبارک ببه. شمی سال همیشه خوش و شمی حال همیشه ساغ ببه. آمین ای خداوند، آمین. ای منیم ربیم،
Bu yeni ildə bizim ailələrimizi öz kölgənin altında qoru. Bizim uşaqlarımızı öz sığanacağına al və onları qoru. Amin. شالوم شالوم شالوم. صدا منو از لابلا دالونا پل خارجو میشنفی. میخوام با شادی نوروزو بهتون تبریک بگم و از خداوند براتون حکمت و سلامتی و برکت و بهروزی بطلبم. به نام مسیح دعا میکنم که همیشه زاینده رودتون پر از آب باشد، از زمینه کشاورزیتون پر ثمر، از کسب و کاراتون پر از رونق باشه. به نام عیسی مسیح از پدر آسمانیمون خواستم. آمین. ای خدای امید، مانو در این سال نو با شادی و آرامش خودت پر کن. ایمان مانو قوی کن و روح القدس تو یه امید تازه در ما قرار بده. آمین. هموطنای عزیزم در شهر کرج، سال نوتون مبارک. از خداوند میخوام که در این سال نو ما رو بیشتر به خودش نزدیک کنه و درک ما رو نسبت به حضور خودش افزایش بده. آمین که در نور و برکت خداوند قدم بردارید. سال 2584 شاهنشاهی رو به همتون تبریک میگم. شالوم و درود گویل و دریل بختیاری سردیارم. ای خداوند، من ای سال نو جسم و جون ایمان شفا بده. تندرستی ایمان من دستای پرقدرت خود بگیر. آمینگم در نام پر اقتدار خداوندمون یشوع ماشیه. ای خدای بزرگ، ای پروردگار عالم، من ازت میخوام توی سال نو هر کی ترس و نگرانی هست از این مردم شیراز دور بکنی. به همون یک قوت قدرتی بدی که توی سختی ها و بیابونای زندگیمون دلمون فقط به خودت قرص و محکم باشه. ای تریشه دلامونا به محبت خودت همچی تنگش بکنی که هیچی نتونه وازش بکنه. هرچی هم آرامش و راحتی میخواییم ما فقط تو خودت بجوریم. در نام پر اقتدارت طلبیدم خدای زنده. آمین. ای خدا جانم، میان ای سال نویی به ما قوه بده تا هم میان سختی ها خودمان نبزن. پشت ما به تو گرم بره و ازت دور نیفته. آمین. این دعا رو دستی تقدیم میکنم به تمام همشهریام، همه ایرونیا. ای خدا، این سالی که پیش رومونه میخوام خودت یه حلاوتی بهمون بدی، همچی ترس و لرز عدل همه کرمونیا و همه ایرونیا به در کنی که دلشون به تو قام باشه. همچی از ته دلم بهشتون دعا کردم که خاطرتون جمع پیشایی که ما آمین بگیم، خدا خودش از آسمون آمینش میگه. عید نوروز رو به همه شما عزیزان تبریک میگم. به طور خاص در این سال جدید شفای خداوند رو بر پایتخت ایران تهران اعلام میکنم. باشد به نام عیسی مسیح که تمام عزیزان ما در این شهر در سلامتی و پیروزی خداوند باشند و بمانند. ای خدا، امتاز سال کو اما حکمت آدتا، ریز تصمیمان بگیرم چما چشمان آکتا، اشترایان آزانم. ای خوای گوره و ناوی سال نوه وی من روشن بکه کلامتو و ناو قرب ما حفظ بکیمو تیر کلامتو آمال بکیم او ناو کاری لمان پیروز و موفق بیم. خداوندا در این سال نو اما رو با شادی حقیقی خودت پر کن. بل در تمام شرایط زندگی ته شادی ام قوت بابه.
آمین. سلام عزیزای دلم، همشهریای قزوینی خوشگلم. بالام جان میخواستم تو این سال نو براتون دعا کنم تا به نام عیسی مسیح خدا بهتان قوت بدد، تو سختی ها شما را قرص نگرتان دارد، امیدتانم فقط به اون باشد و هیچ وقت هم ازش دور نشیتان. ای خدا، به این سال نو مهر محبتت بر زمین و دلیا مردم و ملایه، چون که محبت تو تمامی ناره. ایمان قادر بساز تا مثل تو مردم محبت کنیم و مهر تو رو زمین دنیا برسیم. آمین. سلام گلا راتان قربان، عیدتان مبارک. براتان دعا میکنم و میگم ای خداوندم، در این سال نو قلب ما رو فروتن ساز و حکمت خودت بر ما جاری کن تا در همه راهامان تو جستجو کنی. به نام عیسی مسیح از خدا براتان خواستم. آمین. ای خواهی کن لم ساڵە تازایمە ببەخشە و دڵیمە نەرمکە تا بتوانین کەسانی تر ببەخشین و لە ڕێگای ڕەحمەت و میهرەبانی تۆ هەنگاو هەڵبنین. ای خداوند، به این سال نو هونه و هونمونمون برکت به، میریامو چی دارمو پرسمر بوان، رولیامو چی تل زیتین ده خدمت تو پا بیرن. آمین. ای خدای حقیقی، از تو میخوام توی این سال جدید خبر خوش نجات تو به گوش تمام مردم یزد برسه. به قلب ایمان بیارن و به زبان اعتراف کنن که تنها تو خدا هستی. در نام یشوع آمین. چشمه هنر دور از تو اندیشه بدان، آینده مانی تو جاودان. ای دشمنم تو سنگ خاره من آهنم، خاک من فدای خاک پاک میهنم. چون شد میشم دور از تو نیست اندیشم، در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما، آینده باد خاک ایران ما. خیلی زیبا بود، اینطور نیست؟ البته فکر میکنم با گویش کامل با اون کلمه و واژه‌هایی که اصیل زبان خودشون هست حرف نزدن، جوری حرف زدن که ما بتونیم بفهمیم، چون که بیشترش ما فهمیدیم کلمه‌ای دارن هر کدوم اگه حرف بزنن هیچ کس جز خودشون متوجه نمیشه. چند تاشون متوجه شدید؟ همش متوجه شدید؟ آفرین دیگه، شما خیلی باهوشین. همه ایران سرای من هست. آمین. تصور بکنید روزی میرسه به نام عیسی مسیح که اون روز دور نخواهد بود، که در سرزمین آبا اجدادی خودمون با هر زبان، با هر گویش، با لباسای محلی، با شادمانی در میدانها، در خیابانها خدای زنده رو با شادمانی پرستش خواهیم کرد. با هر زبانی گوید و هر زانوی خم شود و اقرار کند که عیسی مسیح خداوند است. آمین. دعا میکردم برای امسال، برای سال جدید، وقتی که در دعا بودم و اون در رویا اون کرنای یوبیل رو شنیدم در روح نبوت و شنیدم که خداوند گفت امسال سال شفا خواهد بود، برای سرزمینم سال شفا خواهد بود.
میخوام با آیاتی از کلام خداوند شما رو برکت بدم. چنانچه قوم من که به نام من خوانده می شود خود را فروتن سازند و دعا کرده روی مرا بجویند و از راههای بد خویش بازگشت کنند، آنگاه من از آسمان خواهم شنید و گناهانشان را آمرزیده سرزمینشان را شفا خواهم بخشید. حال چشمان من بر دعایی که در این مکان کرده می شود گشوده خواهد بود و گوشهایم آن را خواهد شنید، زیرا من این خانه رو، این سرزمین رو برگزیده و تقدیس کردم تا نام من تا به ابد در آن باشد و چشم و دلم همواره بر آن خواهد بود. این وعده خداوند رو نقد میکنیم و برای سرزمینمون دریافت میکنیم، همونطور که وعده خداست و وعده خدا و کلام او همه بلی و آمین هست. و میگه قوم من، و ما میدونیم قوم خداوند هستیم. اونقدر که نام ایران در کلام خدا در کتاب مقدس نوشته شده، شاید نام کشورهای دیگه، نام کشورهای مطرح دنیا نوشته نشده، اما نام سرزمین ما در کلام خداوند نوشته شده و خداوند تخت سلطنتش رو در سرزمین ما برپا خواهد کرد. این وعده خداونده و هیچ کس نمیتونه جلوی اراده خداوند رو بگیره. و وظیفه ما اینه که قوم خدا هستیم، فروتن بشیم، برای سرزمینمون شفاعت کنیم، با مردم در میون بگذاریم فروتن شون. به نام عیسی مسیح دعا میکنیم خداوند روح فروتنی رو بریزه، غرورها خورد بشه. میدونیم که در این سالهای اخیر که درد و رنج بسیار زیاد شده، مردم از راههای بدشون دارن برمیگردن، از اشتباهاتشون دارن برمیگردن، دارن اعلام میکنن که ما اشتباه کردیم. دنبال خداوند هستن و کلام خداوند میگه که کسی که دنبال من باشه چشمان من در تمام دنیا گردش میکنه تا اون کسی که دنبال خدای واقعی هست، خداوند راهشو و نجاتشو بهش نشان خواهد داد. و ایمان دارم همه این کارها انجام خواهد شد تا روز موعود که تخت سلطنت خداوند در سرزمین ما برپا خواهد شد. این کلام خداست و کلام خداوند پابرجا و استوار خواهد بود. آمین به شما میگویم اگر کسی به این کوه بگوید از جا کنده شده به دریا افکنده شد و در دل خود شک نکند، بلکه ایمان داشته باشد که آنچه میگوید روی خواهد داد، برای او انجام خواهد شد. من این آیه رو در ایمان از روح نبوت گرفتم برای سرزمینمون و برای هر کدوم از شما که در تنگی ها، در مشکلات هستید و احتیاج دارید خداوند براتون معجزه بکنه، خداوند شفاتون بده، خداوند خانه‌تون رو برکت بده، خداوند جسم و جان و روح و روانتون رو شفا بده و برکت بده، خداوند این سرزمین و آبش و خاکش و هواش و هر آنچه که در او هست و تمام مردمش و جملگی همه با هم برکت بده، شفای خودش رو بریزه. چند قدم داره. اول که بعد فروتن بشه نزد خدای زنده زانو بزنه و دعا بکنه به نام عیسی مسیح. و کلام خداوند میگه هر آنچه در دعا درخواست کنید ایمان داشته باشید که آن را یافته اید و از آن شما خواهد بود. پس اول باید دعا بکنید. دعا بکنید و مستمر دعا بکنید. وعده های خداوند رو به یاد بیارید، چون خداوند میخواد که ما دائم وعده های او رو به یاد بیاریم و از یاد نبریم که خداوند در تمام تنگی ها با ما هست. خدایی رو داریم که بی نهایت محبته. عیسی مسیح کسیه که کلام خداوند میگه مرد به درد آشنا، کسیه که در تمام دردها، در تمام تنگیها، در تمام فشارها چشید و دید و درد من و تو رو میفهمه. پس اگر در هر دردی، در هر مشکلی، در هر تنگی، در بیابانها هستی، در بحرانها هستی، در بیماری هستی، در شکستگی هستی، در زخم هستی، در طرد شدگی هستی، در آوارگی هستی، در غربت هستی و نمیتونی هیچ کاری بکنی، کلام خداوند میگه عیسی مسیح حال تو رو میفهمه، چون خودش تمام این دردها رو کشید و آمد تا تو رو از تمام این دردها رهایی بده. پس اول دعا بکن، در نام عیسی مسیح دعا بکن و قدم دوم ایمان داشته باش.
کلام خداوند میگه وقتی درخواست میکنید نه کسی که مثل کسی که شک داره، بلکه با ایمان درخواست کنی. وعده خدا رو اعلام بکن. میدونم که شفا نان فرزند و از آن من خواهد بود، قوت نان فرزند و از آن من خواهد بود. اگر در هر قسمت ضعیف هستی، ضعیف گوید قوی هستم. عیسی مسیح کار رو روی صلیب تمام کرد و چیزی نیست که انجام نداده باشه. خیلی وقتا وقتی دعا میکنیم خدایا خواهش میکنم، التماس میکنم، به دادم برس، اینو به من بده، التماس میکنیم، ولی احتیاجی نیست التماس بکنید عزیزان. کسی التماس میکنه که کسی شاید حاضر نیست بهش چیزی بده، ولی خدایی که روی صلیب همه چیز رو تمام کرده احتیاج نیست که ما بریم پیشش و التماس بکنیم. میگه با ایمان و با یقین اعلام بکن. شفا از آن منه، شفا نان فرزند. عیسی مسیح روی صلیب شفا رو برای تو مهیا کرده، پس با ایمان دریافت بکن. بگو من شفا در خداوند دریافت خواهم کرد، من شفا یافتم، من نجات یافتم، من از این مشکل عبور خواهم کرد. هیچ کوهی نیست که جلوی عیسی مسیح زانواش خم نشه. ایمان داشته باش که آن را یافتی. پس بدون وقتی ایمان داری به چیز الکی ایمان نداری. ایمان دارم که اون رو یافتم. وقتی بیماری ایمان دارم که شفای من صادر شده، خداوند شفا رو برای من مهیا کرده و من شفا رو میبینم. شفا رو میبینم که به سمت من میاد. پس برای هر قسمت که درد داری، برای هر قسمت که مشکل داری، برای هر قسمت که دکترها تو رو ناامید کردن، و شفا فقط شفای جسم نیست، شفای روح، شفای روابط، شفای روان، شفای خاک، شفای موقعیت، شفای خانه است، شفای هر آنچه که تو تنگنا هستی. و ببین که وعده اونجاست و ببین که خداوند رو به تو داده و دریافت بکن. و بعد از اون کلام خداوند میگه از آن شما خواهد بود. پس 4 قدم داره. اول دعا میکنی، بعد با ایمان دریافت میکنی و میبینی که اون شفا رو یافتی، اون قوت رو یافتی، اون برکت رو یافتی، اون چی که براش در دعا ایستادی یافتی، و بعد از اون از آن تو خواهد بود. و این کلامیه که خداوند بارها و بارها ثابت کرده و امروز هم برای تو انجام خواهد شد. اگر که وعده های خداوند رو باور بکنی برای تو یقینا انجام خواهد شد. و اینو من اعلام میکنم برای سرزمین ما ایران، چون خداوند میخواد اول این سرزمین رو شفا بده. مردمش دارن بازگشت میکنن، خداوند احیا میکنه، روح شالومش رو میریزه و احیا میکنه مردم از تمام دردسر و تنگی ها و دردها و لعنت ها و خرافات به نام عیسی مسیح آزاد میکنه و شفاشو عمیقاً میریزه. شفا، احتیاج به شفا داریم. احتیاج داریم که از دروغ، از خیانت، از کینه و از خشم و از طمع آزاد بشیم. اون چیزی که داره بر مردم ایران داره بر این سرزمین حکومت میکنه روح طمع هست. ملک فارس ماهیتش روح طمع هست. و ببینید که از کجا سقوط کرد ایران، از وعده دروغ و طمع، از فریب سقوط کرد. پس وقتی که کلام خداوند میگه حقیقت رو خواهی شناخت و حقیقت تو رو آزاد خواهد کرد. امروز میدونی که چی داره کنترل میکنه و چه دروغ‌هایی، چه لعنت‌هایی، چه طلسمایی و چه جادوگرایی که نشستن شبانه روز دارن دعا میکنن که چشمای مردم باز نشه، ولی هیچ کاری نمیتونن بکنن، همونطور که جادوگرای فرعون نتونستن، چون اینجا دیگه دست خدا در کاره. زمان و فرمان آزادی ایران صادر شده. هر کی به مزاجش خوش نمیاد مشکل خودشه. میخوام برکتتون بدم با این آیه که یک بار دیگه در اول سال به عنوان فرزند خدا، برای تویی که در میان خانوادت فرزند خدا هستی، با اقتدار بیسی در همین ابتدای سال و نه فقط بلند شی مثل جرقه از جا بلند بشی و برکت بدی، بلکه خانه و خانوادت و سرزمینت متحول کنی با قوت، چون کلام خدا کلام قوته. کلام خداوند در انجیل لوقا براتون میخونم. به تو به عنوان فرزند خدا اقتدار داده، شما را اقتدار میبخشم که ماران و عقربان و تمامی قدرت دشمن را پایمال کنید
و هیچ چیز به شما آسیب نخواهد رسانید و هیچ چیز به شما آسیب نخواهد رسانید. و وقتی داره میگه اقتدار، این اقتدار یعنی اجازه انجام کار و قدرت ماورایی آن که اون رو بتونی انجام بدی، که فقط یک قدرت عظیم و کامل که در آسمانی که خداوند هست میتونه همچین اجازه ای رو بده که بر دنیا بتونی فرمان بدی و این فرمان انجام بشه. خداوند این اقتدار رو به تو داده، هم اقتدارشو داده و هم قدرت انجامشو داده. و اینجا که داره میگه اقتدار، دقیقاً معنیش همینه که اجازه بهت دادم و قدرت انجامشم به تو دادم که ماران و عقربان و تمامی نیروها و قوتهای دشمن و تمامی قدرتشو بتونی پایمال بکنی. و در واقع این مجوزی که خداوند داده یک قدرت فوق بشریه، مثل یک اجازه نامه است، یک فرمانی که هر کجا، مثل زمان قدیم پادشاه وقتی یک اجازه نامه میداد به هر کجا هر اون شخص این اجازه نامه رو میبرد، همه مجبور بودن اطاعت کنن، چون بالاترین حکم بود و سرپیچی از اون هیچ راهی نداشت. و خداوند به تو این اجازه نامه رو به تو فرزند خدا داده. پس تویی که در ضعف هستی ضعیف گوید نشنیدم ضعیف گوید قوی هستم. بلند شو و این قوت دینامیت خداوند رو در زندگی خودت صادر بکن تا دنیا ببینه که تو فرزند خدای زنده هستی. آمین. میخوایم بلند شیم و با قوت، با شادمانی میخوایم این خدای زنده رو با هم دیگه پرستش بکنیم. در این سال جدید، در این سال یوبیل خداوند، در این سالی که خداوند فرمانشو داده و سال بدبختی، سال بردگی، سال لعنت دیگه تمام شد. تو برده نیستی. اول به خودت اعلام کن تو برده نیستی، تو محکوم نیستی، تو ناامید نیستی، تو درمونده نیستی. چیزهای کهنه درگذشت، همه چیز از نو آغاز شده. تمامی بود و نبودم. تاج سالم
شو از در ردای تصویر و بگو شو یکیه تا شدی به جای دل خاکستری باز کردی هر دره و پس هر دری با تو امسال سالم سالی تاج داره منو میکنم آنچه مانده از ویرانی دل ایساست آزاد شو ای زندانی رها کرده تو را تا تو در آرام تازه رویای تازه به قلب من دادی گفتی تو آزادی عطایای در رو جاری از هر سو پدر به هم دادی هوای منو توری در این سال تازه شفایت حاضر دل پدر اینه فیضش عظیمه فیض و رحم و برکت بلند شو از در ردای تسبیح و بگو شو یکینه تا شدی به جای دل خاکستری باز کردی هر دره و پس هر دری با تو امسال سالم سالی تاج داره منو میکنم آنچه مانده از ویرانی دل ایساست آزاد شو ای زندانی رها کرده تو را تا که در آمین آمین که امسال سال تاجدار باشه در تمام سالهای زندگی تو و نور خداوند در تمام روزهای زندگی تو تابان باشه و جلالش نمایان باشه در زندگی تو. میخوایم هدایای قلبیمونم تقدیم به این خدای زنده بکنیم، خدایی که هر روزه داره ما برکت میده و ایمان داریم این شروع سالی پر برکت خواهد بود، چون خداوند وعده‌هاش نیکو و امینه و سال یوبیل سالیه که خداوند مردم سرزمین ما از بندگی آزاد خواهد کرد. سال شهزادگی نور و نمک تازگی، سال شاهد شدن در ایمان بالغی، سال آزاد شدن از غل زنجیر و اسارت. یک ردا بر تن تو یک ردا بر تن من، سال بیداری از خواب بد تلخی و غم، سال آزادی تا سین طبل شادی و رقصه.
خداوند شکرت میکنیم در این سال نو که تو همراه ما هستی ای خداوند. و خداوند تو با ما این نوروز رو جشن گرفتی ای خداوند. به نام عیسی مسیح دعا میکنم و خداوند رو اعلام میکنم، وعده تو رو به یاد میارم ای خداوند. طبق وعده تو در کلامت در دوم تواریخ 7:14 خداوندا ما توبه میکنیم به جای پدران و نسل‌های قبل و مردم سرزمینمون برای تمام راه‌های اشتباهی که رفتن. ما توبه میکنیم ای خداوند و دعا میکنیم و بازگشت میکنیم به نام عیسی مسیح خداوند و وعده تو رو به یادت میاریم ای خداوند که تو گفتی وقتی بازگشت کنیم تو سرزمین ما رو شفا خواهی داد ای خداوند. سرزمین ما رو مورد آمرزشت قرار میدی و شفا میدی ای خداوند. به نام عیسی مسیح رحمت‌های تو شامل مردم سرزمینمون و این سرزمین رنج دیده بشه ای خداوند. خداوند مردم سرزمین ما مردم مهربان و خداوند سخت کوش و رنج دیده‌ای هستن ای خداوند. مردمان نجیبی هستن که خداوند بسیار مورد ظلم قرار گرفتن. سفره هاشون خالی شده. به نام عیسی مسیح خداوند دعا میکنم که طبق وعدت خداوند نان کفافشون رو بهشون عطا بکنه ای خداوند. سفره هاشون پربرکت بشه. هیچ پدری جلوی زن و بچه‌اش شرمنده نشه ای خداوند. به نام عیسی مسیح خداوند میدونم که فراوانی رو دو چندان برخواهی گرداند به این سرزمین، ولی اول میخوای این سرزمین و مردمش رو شفا بدی، برکت بدی و آزادشون کنه ای خداوند. به نام عیسی مسیح دعا میکنم ای خداوند. آزادی تو همونطور که کرنای یوبیل تو در آسمان نواخته شد به زودی بر سرزمینمون ایران برسد به نام عیسی مسیح ای خداوند. و میدونم که تو تخت سلطنت تو داری اول در قلب مردم برپا میکنه ای خداوند. میشنوم صدای اون هلهله و کلکل و شادی خداوند، جشن بازگشت تو ای خداوند که در تمام این سرزمین سفره های شادمانی برپا خواهد شد. به نام عیسی مسیح فرمان میدم که رخت عزا، رخت ماتم و سفره های عذاب و نداری و بدبختی و خرافات برچیده بشه از سرزمینم. دروغ و خرافات برچیده بشه از سرزمینمون. هرچی طمعه، هرچی دروغه، هرچی خیانته به نام عیسی مسیح قدرت شکسته بشه. هرچی طلسمه، هرچی جادوگریه، تمام کسانی که از جاهای مختلف آوردن دارن جادو میکنن به قدرت نام عیسی مسیح، نامی که هر زبانی و هر زانوی جلوش خم میشه و تمام قدرت رو میشکنه. به نام مقدس عیسی مسیح خداوند تمام این طلسم‌ها رو باطل میکنم در زمین و در آسمان و در سرزمین و خاک سرزمینمون ایران و بر هر ایرانی هر کجای این کره خاکی که هست، هر طلسمی، هر جادویی کردید همه رو باطل میکنیم. برکات خداوند بر تک تک ایرانیان در سراسر دنیا بیاد به نام عیسی مسیح خداوند. این وعده توست و ما وعده های تو رو نقد میکنیم و دریافت میکنیم ای خداوند. بشود به نام عیسی مسیح خداوند. آمین. آمین. خب عزیزان بفرمایید بنشینید. یه اعلان رو میخوام خدمتتون اعلام بکنم. هفته آینده ما جلسه عبادتی پرستشی مثل هر هفته نداریم، بلکه طبق روال آخر ماه دوره تفسیر مکاشفه است و عزیزانی که میخوان شرکت بکنن لطفاً ثبت نام بکنید. در تماس 70 درسته؟ در تماس 70 ثبت نام بکنید که بتونید شرکت بکنید و ببینید که چند نفر میخواید شرکت بکنید. پس هفته آینده جلسه عبادتی پرستشی نداریم و برنامه اوفن نخواهد بود و عزیزانی که راه دور هستن ما برنامه نخواهیم داشت، بلکه اینجا مثل یک مدرسه خواهد بود و درها بسته میشه. پس بدون ثبت نام لطفاً نیایید، چون جا به اندازه تمام کسانی خواهد بود که ثبت نام کردن که ما خدای نکرده شرمنده شما عزیزان نشیم. میخوام دعوت بکنم از همسر عزیزم سیامک جان که پیغام نوروز و
اون مکاشفه و اون نبوتی که از خداوند دریافت کردیم مشتاق هستیم بشنویم برای سرزمین ایران که خداوند چه نقشه های نیکو برای ما داره. بسیار سال 2584 شاهنشاهی به تک تک شما عزیزان که دورید و نزدیک، شب استید و روز، بر فارسی زبان و سرزمین ما ایران تبریک میگم. باشد که به نام عیسی مسیح سال عبور، سال پسح، سال گذر از ظلم و شرارت و اسارت و سال شروع برکت، نیکویی و رحمت و شالوم خداوند بر شما و سرزمین ما ایران باشد و بماند به نام عیسی مسیح. آمین. خدا را شکر برای فرصتی که داریم در حضور خداوند این سال نو رو، این نوروز باستانی رو با هم دیگه جشن بگیریم. تبریکی که تهیه شده بود با هماهنگی خواهر مشاهدی و 2 مؤسسه خدمت دیکلماسیون که رهبران این خدمت برادر عزیزمون رادمهر عزیز و خواهر عزیزمون باران جان اینجا تشریف دارن. خوش آمد میگیم، خیلی خوش آمدید. و اون زبان لوری رو که بختیاری رو که شنیدید، بختیاری بود. بله، از دکلمه و صدای برادر عزیزمون بود و یکیش هم خواهرمون باران جان بود، مازندرانی بود. بله، خدا رو شکر. خدا یه فیض رو داده که به هر حال یک همکاری بین این 2 خدمت باشه و آمین که خداوند از این خدمت مواظبت کنه، برکت بده، ریشه های اون عمیق در فرهنگ ما گسترده بشه تا به عنوان مسیحیان و فرهنگ ایرانی ما بدونیم چی درسته و چگونه ما باید بتونیم با همدیگه کنار همدیگه باشیم. آنانی که درسته، آنانی که از خداست، آنانی که مطابق کلام خداست و خلاف کلام خدا نیست در کلیسا جا داره و کلیسا پذیراست و کلیسا میپذیره. آنچه هم که به هر حال از خدا نیست فرق نمیکنه از هر جای دنیا باشه، به هر حال پذیرایی برای اون نخواهد بود. و این خدمت به طور خاص اسمش دکلماسیون، اما در اون ریشه های بسیار قوی فرهنگی، هنری، ادبی درش وجود داره که تشویق میکنم عزیزانی که مایل هستن در این خدمت ثبت نام کنن یا در دیالوگ ها یا هنرهای گویشی در واقع رشد بکنن. بعد از جلسه میتونن پیش این 2 عزیز باشن و ثبت نام کنن و از برکت های این کلاس ها استفاده بکنن. اما برگردیم به آنچه که امروز خداوند میخواد با ما در میون بذاره. به نام یشوع ماشیا، همینطور که روستا جان من هماهنگ نکردم، نمیدونستم که چی میخواد درباره اون هدایتی که داره بگه، اما خداوند امسال به طور خاص داره برای این سرزمین نقشه هاشو یکی رو میکنه. بسیاریش سکرته اما بسیاریش داره آشکار میشه. اما آنچه که در روح نبوت و در رویا از خدا دریافت کردم برای شروع امسال میخوام با شما در میون بذارم. اما این پیغام مال الان نیست، مال زمانهای گذشته است که گفتم سکرت میماند تا روزی که خدا اجازه بده درباره اون صحبت کنم. فرشتگان عظیمی رو دیدم که به سوی سرزمین ایران و نقشه ایران که مثل الان که میبینید گرد این دور این نقشه همه ردیف ایستاده بودن و فرشتگان یکی در میون، یکی فقط کرنا دستش بود، بغل دستش کرنا و شمشیر. بعد اون یکی فقط کرنا، بغل دستش کرنا و شمشیر. دوباره بعدی فقط کرنا، یکی در میون. اینها مجهز بودن به کرنا و کرنا و شمشیر. این رویا خیلی واضح بود که طرحی از نقشه ایران رو در واقع نشون میداد و ناگاه یک سکوت عظیمی پابرجا شد که در این سکوت انگار حکمی و فرمانی باید صادر بشه. سوال من از خدا بود، خداوند این چرا عده‌ای فقط کرنا دارن و عده‌ای شمشیر و کرنا با هم دارن و فرق این 2 فرشته با هم دیگه چیه؟ گفت 2 فرصت برای ایران مهیاست. یا مطابق حکمی که بر ایشان کردم، که نه فقط بر ایشان حکم کردن، بر تمام سران کشورهایی که پشت ایشان هستن به اونها نیک حکم کردم. یا عقب نشینی میکنن
و این کشور آزاد خواهد شد یا کرنای دوم به شمشیر تاخته خواهد شد. اما در نهایت نتیجه هر دو آزادی برای این سرزمین خواهد بود. اما همون گونه که به فرعون فرصت داد، آیا آزاد میکنی یا نه؟ اگه آزاد میکرد آزاد میشدن، اگه آزاد نمیکرد جنگ شروع شد و این مخالفت ها طبیعتاً پشتش شرارت و سنگدلی، چه بسا سنگدلی ایشان باعث بشه که در واقع بخوان وارد یک جنگی بشن و اونجا خدا هر دو فرصت رو براشون مهیا کرده. یا عقب نشینی کنید، دستتون از این سرزمین بردارید، یا به گونه‌ای دیگه از این سرزمین بیرونشان خواهد کرد. اما یک چی به شما بگم که مردم ایران همگی در امنیت خواهند بود. صحبت سر مردم ایران نیست، صحبت سر فرعون و قدرت‌های تاریکیه. پس به همین دلیل خدا میخواد که در واقع در این ایام ما بیسیم و بجنگیم که به نام عیسی مسیح در جنگ روحانی خداوند در این ایام زمانها رو کوتاه بکنه. من هیچ وقت درباره تاریخ ایران چه روزی چه سالی آزاد میشه هیچ وقت حالا صحبت نکردم. هر بار که صحبت درباره آزادی ایران میشه، آمین که ما امید داریم. همیشه گفتم قوم اسرائیل هر سال که در اسارت بودن، هر سالشون که شروع میشد با این امید سالشون شروع میکردن که امسال بریم اورشلیم. و زمانهای طولانی شد، اما خدا وعده داده بود که 70 سال باید تمام بشه و اونها اما هر سال دعا میکردن، اما انگار باید اون زمانه خدا و دوره به کمال میرسید. اما بعد از دوره 70 سال آخرین دعاشون این بود که امسال بشود و همون سال شد و اونها از اسارت بابل آزاد شدن، از اسارت نبوکدنصر و اسارت در واقع بابل بیرون اومدن. معمولاً آزادی ها در سرزمین ها، تغییر و تحولات، تغییرات فرهنگی، تبدیل ها مشمول زمانه و خدا اجازه میده که در اون سرزمین ها یک کاری به کمال برسه. حتی در قوم خدا یک کاری به کمال برسه. حتی در اومدن عیسی زمان به کمال رسید. خدا پسرش رو به جهان فرستاد. آمین. زمان به کمال رسید. انگار باید اسرائیل به یک زمانی میرسید، به یک رشدی میرسید، به یک جایی میرسید که پسر خدا بیاد و نجات مهیا بشه. برای سرزمین ما هم همینه، زمان به کمال باید برسه و خدا داره این دوران رو عبور میده، دوران پسح رو، دوران تبدیل، دوران فکر باز، دوران شناخت دروغ‌ها و تاریکی‌ها. مردم دارن آگاه میشن، مردم دارن هوشیار میشن، مردم دیگه از این که بترسن سنگ بشن، سوسک بشن، به این و اون حرف بزنن، دیگه گذشتن، دیگه به یک بی‌باوری رسیدن که همه اینها دروغی بیش نیست. پس دیگه از روح ترس که روح اسلامه دیگه گذر کردن، از این که در واقع با ترس و در واقع بخوان این میکشتت، با سر پل سرات میگیرند، موها آویزونت میکنن، به اینها مردم گذشتن. دیگه میدونن چون که دیگه با حرفای دروغ و تاریکی و پوچ نمیتونن مردم رو کنترل بکنن، با اسلحه و گلوله اومدن. دیگه میدونن دیگه دروغ کاری نمیکنه. زمانی که یک کشوری به اسلحه دست میبره میدونه که دیگه دروغهاش کاربردی نداره و چون که کاربرد نداره از اسلحه استفاده میکنه. پس به همین دلیل اگر میبینیم امروز دیگه سینه های مردم چاک میخوره به گلوله، جوانهای ما کشته میشن، چیزی غیر از این نیست که خودشون باور دارن دیگه اسلام دروغ در سرزمین ما هیچ جایی نداره. خدا دوران بیداری این سرزمین رو فرا خوانده و خدا داره در این سرزمین کار میکنه و سرزمین ما داره یکی یکی این دوران رو گذر میکنه. اما یک چیزی میخوام به شما بگم که آزادی ایران فقط یه آزادی نیست که بگیم خب بریم آزاد بشیم. چرا خدا میخواد ایران آزاد بشه؟ این همه کشور، چرا فقط ایران باید آزاد بشه؟ این همه کشور در اسارت، چرا اونها نباید آزاد بشن؟ چرا فقط برای ایران ما داریم فکر میکنیم که خدا با ایران در واقع میخواد آزادی رو مهیا کنه، پسح و دوران یوبیل رو میخواد براش مهیا کنه؟ میخوام نقشه خدا رو برای ایران
امسال نوروز که هر سال خدا یه پیغامی میده با شما در میون بذارم و یک نگاهی کتاب مقدسی و روحانی به تغییر و تحولاتی که درون امروز داره اتفاق میفته. جنگ ها، تهدیدها، اسرائیل، آمریکا، ایران، اروپا، دائم این جنگ ها، نیابتیاشون، از اونور حماس، از اونور حزب الله، از اونور حوثیای یمن، همه این جنگ ها از کجا داره مشروع میگیره و ریشه همه اینها به کجا برمیگرده؟ آیا اینها همه یک جنگ های سیاسیه که داره اتفاق میفته یا نه چیزی ورای این هاست؟ بیایم با هم نگاه بکنیم به کلام خدا و یه مروری بکنیم به کلام خدا، ببینیم که در اونجا صحبت از چیه. میخوام نگاه کنیم که کار خدا در طول تاریخ کتاب مقدس و تاریخ سرزمین ما با ایران چیه، چون که خدا بیش از یک آزادی برای ایران مهیا کرده. ایران ابزار دست خداست و ایران وسیله‌ای در کار خدا در نجات خاورمیانه خواهد بود. وقتی به عهد عتیق نگاه میکنیم و کتاب عهد عتیق رو با هم به نوعی مرور میکنیم، آخرین کتابی که ما مسیحیان داریم کتاب ملاکیه. کتاب ملاکی آخرین باب 4 و آخرین آیات درباره زمانهای آخر صحبت میکنه. کسایی که با کتاب مقدس آشنایی دارید این رو خیلی خوب میدونید درباره چی دارم صحبت میکنم. اما وقتی به یک یهودی برسی که هنوز ایمانی به عیسی نداره و هنوز باوری به مسیح به عنوان نجات دهنده نداره و هنوز منتظر تا ماشیه روزی برگرده، وقتی به کتاب اونها نگاه میکنیم و ببینیم آخرین کتاب یهودیا چی هست، دوم تواریخ خواهد بود. آخرین کتاب یهودی در کتاب خودش به عنوان باورش که ما اسمشو گذاشتیم عهد عتیق، چون اونا باوری به عهد عتیق ندارن، خودشون رو به هر حال به عنوان کتاب مقدس میشناسن، دوم تواریخ آخرین کتاب یک یهودیه. اما ببینیم دوم تواریخ که آخرین کتاب یک یهودی هست با چی تمام میشه و درباره چی صحبت میکنه. بریم به کتاب دوم تواریخ و نگاه بکنیم درباره چی داره صحبت میکنه. دوم تواریخ آخرین باب 36 تا باب داره و کتابشون با اینجا تمام میشه که درباره وقایع تاریخی، جمع تمام وقایع تاریخی، آنچه که اتفاق افتاده همه به رشته تحریر در اومده. برای ما مسیحیان ملاکیه، برای خود یهودیان در واقع این ترتیب به دوم تواریخ ختم میشه. داستان درباره اینه که اولین کتاب یهودیا کتاب پیدایشه که برای ما هم همین هست که با خلقت خدا شروع میشه و ناگاه این خلقت خراب میشه و خدا میاد و سخن میگه و شروع میکنه به بازسازی. پس پیدایش با این شروع میشه و خداوند آسمان ها و زمین را آفرید و زمین دچار یک سقوط و یک حبوط و یک به هم ریختگی میشه و خدا شروع میکنه به بازسازی و روح خدا میاد سطح زمین و خدا گفت روشنایی بشود و روشنایی شد و انگاری بازسازی دوباره شروع میشه. پس یک بنا میبینیم، یه ویرانی، یه بازسازی. اینو داشته باشید، بنا، ویرانی، بازسازی. اما بیایم نگاه کنیم آخرین کتاب یهودی چی نوشته شده. اونجا صحبت از اینه که خدا اورشلیم رو برای خودش مقرر میکنه و در درون اون معبدی برای جلال خودش مهیا میکنه و این معبد سقوط میکنه و شهر با آتش کشیده میشه و ببینیم الان بعد از این بنا و بعد از این ویرانی حالا کتاب دوم تواریخ با چی تمام میشه. و در سال اول کوروش پادشاه فارس تا کلام خداوند به زبان ارمیا به کمال برسد، خداوند روح کوروش پادشاه فارس را برانگیخت تا در تمام ممالک زیر اقتدار خودش فرمانی صادر کند و آن را مرقوم داشت و
و چنین گفت. کوروش پادشاه فارس چنین می‌فرماید: یهوه خدای آسمان ها تمام ممالک زمین را به من داده است و او مرا امر فرمود که خانه‌ای برای وی در اورشلیم که در یهوداست بنا نمایم. پس کیست از شما از تمامی قوم او یهوه خدایش همراه او باشد و برود؟ پس ما میبینیم که شروع کتاب یهودیان با پیدایش شروع میشه. خدا میآفرینه یه ویرانی، یه بازسازی، و پایانش به واسطه کلام کوروش. در پیدایش میگه خدا گفت و شد، و بعد میبینیم کوروش میگوید و بعد میشود و شروع میکنه معبد رو به نوعی بازسازی کردن. درباره بازسازی اورشلیم و معبد داره صحبت میکنه. و بعد از اون ما میبینیم که خدا به طور خاص از طریق این مرد قوم اسرائیل رو شروع میکنه برکت دادن. بعدن ما میایم جلوتر، میبینیم که داریوش، خشایار، پادشاهان ایران چگونه این قوم رو محافظت میکنن و برکت میدن. و کلام خدا میگه که هر کس قوم مرا برکت دهد او را برکت میدم و هر کس او را لعنت کند او را لعنت میکنم. پس میخوام با هم یه نگاهی بکنیم که این جنگ هایی که امروز به وجود میاد درباره اسرائیل ایران یک جنگ سیاسی نیست، بلکه یک جنگ کاملا روحانیه. و به همین دلیل تمام مفسرین کتاب مقدس باور دارن که خدا آسمان ها و زمین رو به طور خاص از ایده معبد طراحی کرد و بعد معبد رو مطابق ایده خلقت روی زمین تا جلال خدا نه فقط روی زمین بعداً در معبد نمایان بشه. و وقتی در واقع کوروش میاد معبد رو بازسازی میکنه، داره راه را برای جلال یهوه در اورشلیم مهیا میکنه. تمامی این جنگ سر اینه که فرزندان اسحاق و فرزندان اسماعیل و فرزندان اسحاق باور دارن به یهوه و فرزندان اسماعیل باور دارن به الله. و تمام جنگ بر ضد اسرائیل جنگ بر ضد یک قوم نیست، بلکه جنگ بر ضد یهوه است. و هر کس که اطاعت کند از یهوه با او نیز خواهند جنگید. و اگر امروز میبینیم که صحبت از این اسرائیل باید از صحنه روزگار محو شود، این نیست که یک قومی از روی روزگار محو شود، اونها میخوان نام یهوه رو حذف کنن. به همین دلیل هر کس ابزار دست یهوه باشد با اون مشکل دارن. به همین دلیل با کوروش مشکل دارن، چون روحی که روی این نظام و سیستم هست و داره طراحی میکنه تمامی جنگ ها و شرارت ها رو، صحبت از یک قوم نیست، صحبت از مبارزه بین خدای اسماعیل و خدای اسحاقه. این جنگ از اونجا داره طراحی میشه. به همین دلیل با کوروش چه جنگی دارن اینها؟ جنگشون با کوروش چیه؟ چرا میخوان آثار کوروش رو نابود کنن؟ چرا میخوان جشن‌های در واقع 2500 ساله رو نابود کنن؟ چرا با آثار پادشاهی توی ایران سر ستیز دارن اینها؟ موضوع باز پادشاهی نیست، موضوع اینه که کوروش ابزار دست یهوه بود و شیطان تمام جنگش اینه که من این قوم رو زدم، این قوم رو آواره کردم که آزاد کردی، من معبدشون رو ویران کردم که جلال یهوه رو ویران کنم، تو معبد رو بازسازی کردی، من ایران و ایشان و حقیر رو در واقع کوچک کردم، تو ایشان رو بزرگ کردی و حرمت گذاشتی. به همین دلیل جنگ فقط بر ضد اسرائیل نیست، جنگ بر ضد پادشاهان ایران هم هست، چون که پادشاهان ایران حمایت کردن و کلام خدا میگه هر کس
قوم مرا برکت دهد من اونها رو برکت میدم. به همین دلیل کوروش نه فقط خدا او را انتخاب کرد که بیاد و بابل را بگیره، بعد از همکاری با خداوند و حرمت کردن به این قوم خدا که در اسارت بودن، خدا شروع کرد او را برکت دادن. پشت بابل کوروش رفت سرزمین ها را فتح کرد. پشت بابل رفت تا نزدیک هند. پشت بابل اومد تا بغل گوش یونان. پشت بابل رفت به سمت مصر. پشت بابل تمام این زمین ها رو فتح کرد. چرا؟ هر کس قوم مرا برکت دهد من او را برکت میدم. و تمام سرزمین هایی که امروز شما میبینید حول و حوش این مکان که شیطان دست گذاشته روش، تماما سرزمین های کوروش بود. پس این جنگ یه جنگ سیاسی نیست، چون که انقلاب 57 یک انقلاب سیاسی نبود، بلکه یک دروغ در واقع بزرگ سیاسی بود، اما پشتش تصمیم‌های جهنم و دنیای تاریکی و شیطان طراحی کرده بود. و به همین دلیل تنها قدرتی که میتونه در مقابل این جنگ‌های روحانی و این انقلاب روحانی که نتیجهشو شما روی زمین میبینید به عنوان انقلاب 57، آنچه که شما روی زمین میبینید، این تغییرها، این موشک‌ها، این رفتن‌ها، این اومدن‌ها، این جنگ‌ها، این چیزی نیست، این ظاهره و پوستی آن چیزی که شما میبینید. اما در دنیای روحانی فکر و طراح چیزی دیگه است. و شیطان طراح این نقشه است، چرا که تمامی جنگ او با یهوه است. و به همین دلیل با ما مسیحیان می جنگه، چون ما باور داریم یهوه پدر ماست در مسیح عیسی. پس فقط مشکلش الان با فقط یهودیان نیست و مشکلش فقط با پادشاهی ایران نیست، با ما مسیحیان نیست آزار و جفا خواهد بود، چرا که باز مشکل سر نام یهوه است و شیطان با این نام مشکل داره. چرا؟ چون که یهوه او را سقوط داد. چرا؟ یهوه قدرت و اقتدار او را گرفت و به زمین انداخت. تمام جنگ او با اوست. به همین دلیل بعداً ما میبینیم وقتی خدا میاد توی خلقتش، دنیا سقوط میکنه و بعد میبینیم که خدا میاد به واسطه پسرش جلالشو نمایان میکنه. پس میبینیم که اول از هر چیز کتاب و پایان کتاب یهودیا با پادشاهی ایران پایان پیدا میکنه. پایان دوران اونها شروع پادشاهی و امپراتوری کوروشه. اما بعد از اون بیایم به عهد جدید نگاه کنیم، به کتاب متی و انجیل متی نگاه میکنیم که اولین باری که جلال خدا نمایان شد درباره تجسم پسر خدا عیسی، ستاره شناسانی بودن از امپراتوری پارس، از سرزمین ایران. اونها اولین کسی بودن که اومدن جلال خدا را به زمین دیدن. اولین کسایی بودن که اومدن خدا و نقشه خدا برای جهان را دیدن. به همین دلیل وقتی در انجیل متی نگاه میکنید، باب 2 درباره این داره صحبت میکنه که طلوع جلال پادشاه یهود پیش روی ایرانیان حرکت میکنه. میگه ما طلوع جلال پادشاه یهود را دیده ایم و آمده ایم تا او را پرستش کنیم. آمین. پس میبینیم که نقشه خدا از یک سو توسط پادشاهان ایرانی بوده، الان از طریق ستاره شناسان تو عهد جدید، شروع عهد جدید، پایان عهد عتیق با ایران شروع میشه، شروع عهد جدید با ایران شروع میشه. با ستاره شناسایی که جلال خدا رو میبینن. اونجا میگه کوروش میگه تا جلال یهوه در معبد بنا بشه، برید معبد رو بازسازی کنید. برای چی؟ تا جلال خدا در معبد نمایان بشه. اما توی این دوران بعد از اون میبینیم که ستاره شناسان میان میگن که جلال پادشاه جهان عیسی را دیدن و بعد میان. و جالبه بعد از اون میبینیم که این در واقع هیرودیس که میرن باهاش در میون میذارن که
ما پادشاه جلال و ستاره او را دیدیم، دستور میده تمام بچه های زیر 2 سال رو بکشن. چرا؟ پس میبینیم اونجا باز یه جنگی به وجود میاد، جنگ با پسر خدا که برای نجات جهان اومده. همه این جنگ ها جنگ روحانیه و طراحش در دنیای تاریکیه و شیطان و جهنم طراح این نقشه هاست. و بعد میبینیم که جالبه توی آیه 16 باب 2 آیه 16 انجیل متی میگه چون هیرودیس از واقعه مطلع شد که پادشاه یهود متولد میشود، این روح رو بهش میگن ضد مسیح. ضد مسیح و ضد اسرائیل یعنی ضد یهوه. ضد کلیسا یعنی ضد مسیح. ضد اسرائیل یعنی اون ضد یهوه. و هر دو یک روح هستن که در دنیا دارن کار میکنن و به همین دلیل این جنگ ها رو داریم میبینیم. اگر امروز میبینید که هیرودیس در اتحادیه اروپا داره حمایت میکنه، این روحیه که از یک جای دیگه داره طراحی میشه. به همین دلیل اروپا نمیخواد این روح سقوط کنه در ایران، نمیخواد این دولت سقوط کنه در ایران، چون این روح هیرودیس یونان باستان و روم باستان که یونان باستانه همچنان امروز همین روح داره در دنیا عمل میکنه. ضد پادشاه یهود، ضد در واقع کلیسای خداوند و ضد نجات. پس میبینیم که عهد جدید با ایرانی ها شروع میشه که خداوند چگونه اونها رو به کار میبره. بریم از اناجیل جلوتر، میرسیم به کتاب اعمال رسولان. یه دفعه روبرو میشیم با 3 قوم ایرانی، مادها، پارتها و ایلامیان. روز تولد کلیسا، نزول روح القدس، دیدن زبانها و عجایب عظیم. و بعد میبینیم که این اولین 3 قومی رو که اسم میبره که کلیسا داره شروع میشه و خدا داره در واقع اسرائیل واقعیش و اسرائیل روحانیش رو داره شکل میده. میبینیم ما ایرانی ها در اون شریک هستیم. و بعد میبینیم که در اون 3000 نفر تعمیدی که به واسطه پتروس انجام میشه بعد از موعظش، میبینیم که ایلامی ها، مادها و پارت ها درون اونها هستن. و بعد وقتی اینها به دیار ایران برمیگردن، اولین مبشرینی که پیغام انجیل رو به ایران بردن خود ایرانی ها بودن. و پیغام انجیل دست اول از خود ایرانیان به ایرانیان رسید. و تا سال 700 بعد از میلاد میبینیم که در واقع زمانی که اسلام داره تو ایران حرکت میکنه و اسلام تو ایران داره گسترش پیدا میکنه و تمام سرزمین های کوروش رو داره فتح میکنه و سرزمین های کوروش رو داره میگیره، نگاه میکنیم که میسیونرهای ایرانی میرن به چین و پیغام رو به چین میرسونن و اولین مسیحیان چین به واسطه پیغام ایرانی ها نجات پیدا میکنن. مسیح به واسطه ایران وارد چین شد. و توی آثار باستانی که پیدا کردن حدود 400 سال پیش یک سنگ سمتری هست که روی اون نوشته که چگونه ایرانیان پیغام انجیل رو به ایران آوردن و اولین مسیحیان چین از اونجاست. و اونجا جالبه به مسیحیان ایرانی بهشون میگن پیام آوران نور و اولین بار به مسیحیت میگفتن آیین ایرانی. برای کشورهای آسیای دور مسیحیت به نوعی آیین ایرانی محسوب میشد، چون که اولین چیزی که ایرانی‌ها با خودشون بردن پیغام خوش انجیل بود. و بعد از اونجا ببینیم گسترش پیدا میکنه در تمام چین. اگر امروز میبینیم که دوباره چین ایستاده پشت این قدرت، به خاطر اون زخمیه که شیطان در سال 700 میلادی عقدش بر دلش مونده که چگونه با دشمنان متحد بشه بر ضد کی؟
خدای اسرائیل. این پیغام سنگینه، شاید برای همه نباشه، اما برای آنانی که در روح و مکاشفه و فهم هستن میدونن که چه وقایع و چه اتفاقاتی داره میفته. پس وقتی به وقایع کتاب تاریخی و کتاب مقدس نگاه میکنیم، انگار هر بار که خدا میخواد جلالش رو جایی نمایان کنه، رحمتش رو جایی مهیا کنه، ایرانیا شریک دست خدا هن. و جالب به شما بگم چرا خدا با ایران کار داره. چون که ابزار دست خدا در خاورمیانه خواهد بود و نجات ایران یعنی نجات خاورمیانه و نجات خاورمیانه یعنی بازگشت انجیل به جایی که اولین بار شروع شد، یعنی اسرائیل. و زمانی که انجیل از اونجا شروع شد، رفت دنیا رو دور زد، انجیل برگرده به درون اسرائیل، زمان به کمال میرسه و زمانهای آخر استارت میخوره. و اینجاست که شیطان خیلی داره تلاش میکنه که انجیل از ایران جلوتر نره. به خاطر همین توی ایران داره سرکوبش میکنه، به خاطر این ایران ها میخواد، به خاطر اینکه نباید از اینجا چیزی بیرون بره. چون که زمانهای شیطان به تمام میرسه و کلام خدا میگه شیطان چون که میداند زمان او کوتاست، با خشم عظیمی به سمت جهان حمله میکنه. اینه که میبینیم این جنگ بازی سیاسی فریب نخورید، وای اسرائیل، وای غزه، وای اونور، وای اینور، همش دروغه. و هر کسی اینا رو قبول کنه یک فریب خورده بیش نیست. اخبار و وقایع رو گوش بکنی فقط فریب خوردی. این طراحی تو دنیای روحانی داره اتفاق میفته. اون چیزی که شما میبینید اون چیزی نیست که اصل و واقعی باشه. ولی شیطان همیشه چیزی که باش کارش با دروغه، مجبور طراحی‌ها و سناریوها رو به اسمی دیگه، وای دلم برای این میسوزه، وای دلم برای اون میسوزه، وای نمیدونم اینها بی خانمانن، وای بچه ها مردن، وای اینها گرسنن، سرزمین ها پر از فقر و بچه هاش پر از بدبختیه، دلش به حال اینا نمیسوزه، رفته دلش به حال غزه و نمیدونم لبنان اینها بسوزه. نه، مشکلش با یهوه است. این کینه دنیای تاریکی و کینه الله که از دروازه‌های جهنم با یهوه مشکل داره. همش دیگه بهانه است. میگه همه این جنگ ها بهانه است، همه این حرف ها بهانه است، این همش بهانه است. هیچ کدوم از اینها اون حقیقت نیست که داره اتفاق میفته. به همین دلیل ما نیستیم که به عنوان ایرانی داریم به خودمون میبالیم، بلکه خدا داره درباره ما صحبت میکنه. و اگر امروز میبینید که خدا داره بین ایرانی‌ها کار میکنه و بیداری روحانی داره اتفاق میفته و هر کاری میکنن نمیتونن جلوشو بگیرن، چون که نقشه خدا داره انجام میشه و نمیتونن جلوشو بگیرن. اینجاست که خدا داره از ما میخواد که تو این ایام بایستیم و دعا کنیم. و یک چیزی به شما بگم که خدا نه فقط این فرشتگان رو آماده برای نواختن یا کرنای یوبیل که روزجان درباره‌اش صحبت کرد که خدا حکمش صادر کرده که باید آزاد بشه. وقتی میگه کرنای یوبیل نواخته شده یعنی که حکم آزادی صادر شده. خدا این حکم رو هم به سران ایران داده و بین خودشون ولوله است که چه کار کنیم، بپذیریم یا نپذیریم، این حکم قبول کنیم یا حکم قبول نکنیم. شاید از نگاه میکنن این حکم فقط حکم ترامپ نیست، این هم با چیزی نیست. خدا از افراد استفاده میکنه، خدا از کوروش استفاده میکنه، خدا از ایکس و ایگرگ استفاده میکنه، خدا از این و اون استفاده میکنه، از سران و قدرت ها استفاده میکنه، اما این حکم از آسمان صادر شده
اینا بین خودشون موندن قبول کنیم یا نکنیم، بمیریم یا بجنگیم، سازش کنیم یا سازش نکنیم، تفاهم کنیم یا تفاهم نکنیم، حرف بزنیم یا حرف نزنیم. در درونشون یه ولوله و یه در واقع هرج و مرج اتفاق افتاده که ما چه کار بکنیم بالاخره. اگه شما نگاه کنید یه گیجی در درونشون وجود داره، هر کدومش یه چیزی دارن به نوعی میگن و این نشون میده که ترس عظیمی روشونه، چون که حکم صادر شده و یا قبول باید بکنن عقب نشینی کنن، جونشون رو وردارن برن، یا در اندرون نابود خواهند شد. اینه که الان همونطور که خدا به فرعون مجال داد قبول میکنی یا میجنگی. فرعون قبول نکرد و جنگید، نتیجه شو دیدیم و اینها هم میدونم الان نشستن دارن نگاه میکنم. شما هم سرنوشتتون مثل فرعون خواهد بود اگر مقاومت کنید، وگرنه دمتون رو کورتون برید بیرون. و خدا این حکم رو صادر کرده و هر قدرتی به شما بگم، هر قدرتی که پشت اینها بایسته خودش سقوط میکنه. اگه آلمان سقوط کرد و اروپا داره سقوط میکنه به خاطر اینکه پشتش بودن، فرقی نمیکنه، اونا هم سقوط میکنن باش. هر کس پشتش بایسته سقوط میکنه. به همین دلیل به اونها هم همینطور گفته شما عقب نشینی کنید، دستتون رو بشورید برید کنار. این رو در اقتدار کلام خدا با شما دارم در میون میذارم. کلام سنگین و پرمغز و پراندیشه ایه، اما ذره ای از تمام اون چیزیه که خدا اجازه داده دربارش صحبت کنم. ما بقیش در زمان خدا. فقط در این حد خواستم به شما بگم که موضوع امید من به کی بیاد، کی بره، کی آزاد کنه، جون من ترامپ بیا، جون من فلانی بیا، فلانی بیاد، اینها همه ابزار خواهند بود. خدا تصمیمشو میگیره. همونطور که خدا تصمیم گرفت که از طریق کوروش ارادهش رو بر اسرائیل انجام بده، همونطور که خدا اراده کرد که نبوکدنصر بیاد قوم اسرائیل رو تنبیه کنه تا بفهمن یاغیگری و سرکشی یعنی چی، خدا اجازه داد این فرعونیان و زکاکیان بیان و ایران دچار این وسوسه بشه، دچار این طمع بشه تا بفهمن که چگونه با طمع تو فریب میافتن. اما امروز خداوند داره چشمای مردم رو باز میکنه، داره آگاه میشن، دارن میفهمن که دروغ یعنی چی، فریب یعنی چی، طمع یعنی چی، وعده های دروغ و تو خالی یعنی چی. کلیپ های کیکی داره میاد، سخنرانی های دروغ، کذب، چیزایی که از قدیم بود و انگار مردم نمیشنیدن که اینها دارن چی میگن. همه و همه داره رسوا میشه و خدا داره اینها رو رسوا میکنه و کار حقیقت اینه که دروغ رو رسوا میکنه. پس این امید ما فقط یک آرزو نیست، بلکه امید ما به نقشه و طرحیه که خدا برای سرزمین ما داره. پس این نیست که ما آرزو کنیم ایران آزاد بشه، طرح خدا آزادی ایرانه. ما حتی آرزو هم نکنیم که ایران آزاد بشه، طرح خدا آزادی این سرزمین هست، چون که دست خداست در خاورمیانه و دنیا. آمین. خواهش میکنم از دشمنان انجیل اگر خواستید ادیت کنید یه تیکه رو ور ندارید، همه رو با هم بذارید. خب اینم خواستم جهت اطلاع به ادیتورایی که در واقع میشنن ادیت میکنن، یا کاملش بذار یا نذار. خب پس اینو بهتون بگم که کامل بذار که همه بتونن بشنون، حداقل یه حقیقتی درباره این آگاه بشن. پس اینم خواستم جهت زحمتتون رو به هدر ندم. بعداً به هر حال داری زحمت میکشید، ذره ذره ثانیه این ور ایور پیدا میکنید، اینو به اینور میچسبونید، زحمت نکشید. خب حیف زحمتتون، برید یکم استراحت کنید، شب یه ذره اکسیژن به مغزتون برسه. به هر حال اینم از دوباره این. میخوام با هم با این پیغام که ما وارد چه فصلی داریم میشیم.
و خدا داره کار میکنه و ما دست خدا رو خواهیم دید. خدا اجازه میده انسان ها هم تلاش بکنن، اشکال نداره، باید هم بکنن. اما در نهایت اگر خدا اجازه داد که دست این مذهب دروغین برای ایران باز بشه، خدا هم خودش زمانش آزادش میکنه. اگر خدا اجازه داد اسرائیل به اسارت بره، خدا هم او را آزادش کرد. پس اگر میبینیم این دوران داخلش هستیم، خدا کارش رو ناتمام و فراموش نمیکنه که ای یادم رفت که شما اینجا اسیرید. کار خدا داره به کمال میرسه و زمان این داره فرا میرسه. اینجاست فقط دعا کنیم که به نام مسیح عزیزان ما به اون کرنا و شمشیر درگیر نشن، بلکه فقط آنانی که فرعونیان هستن اگر توبه نکنن و بازگشت نکنن، اونها نیز در این داوری خدا غرق خواهند شد. پس به همین دلیل میخوایم دعا بکنیم و برای این سرزمینمون برکت بطلبیم که خداوند وعده خودش رو تحقق بده در سرزمین، و دعا کنیم برای مردم این سرزمین. اون چیزی که امروز داره اتفاق میفته، بدبختی ها، فقر، تجاوز، بیکاری، بچه های کار، جنایت ها، ظلم ها، زندانی کردن جوانانمون، شکافته شدن سینه اونها به گلوله ها، همه و همه یک جنگ روحانیه که اسمش ایران و جمهوری اسلامیه، بلکه قدرت دیگه‌ای پشتش طراحی میکنه و تنها قدرتی که میتونه جلوی دروازه های جهنم بیسته کلیساست. هیچ قدرتی نمیتونه، چون کلام خدا میگه کلیسای خدا اقتدار بخشیدم که دروازه های جهنم، یعنی تصمیم گیری های جهنم، یعنی توطئه های جهنم، یعنی اروپا، آمریکا، شوروی، چین، خود ایران، سران، این طراحی های جهنم که با هم مخصوصا الان توی هلهله و ولوله افتادن که چه کار بکنن، به نام مسیح همین روح گیجی بینشون باشه که نفهمن دارن چه کار میکنن و هیچ اتحادی بینشون به وجود نیاد. ولی یقین به شما بگم کسایی که پشت اینها بایستن خواهید دید که خودشون سقوط خواهند کرد و خودشون هم میدونن این پیغام رو گرفتن. اما اگر نمیخوان اطاعت کنن، مثل فرعون نابود میشن، میتونن مثل نینوا توبه کنن و نجات بیابن. برکت و لعنت پیش رویتون است، اما شما را گویم که برکت انتخاب کنید. میخوام با هم دعا بکنیم و به نام عیسی مسیح برای اون چیزی که در پیش رو داریم هم شکرگزاری کنیم، هم سرزمینمون ایران رو به حضور خداوند بلند بکنیم و اجازه بدیم که خداوند از طریق دعای کلیسا، از طریق مقدسین که تا الان کار کرده، ما بقیه نقشه‌هاش تحقق پیدا کنه. آمین. آنچه که دعا میکنم میتونید با آمین حمایت کنید و شما عزیزانی که از دور هستید همین گونه بیستیم و دعا کنیم به نام عیسی مسیح که خداوند در این ایامی که واردش داریم میشیم، هللویا، زمان کوتاه و آزادی نزدیک بشه. خداوند به نام یشوع ماشیه در این شروع سال نو در خیمه‌گاه ملاقات در حضور تو آمده و دعا میکنیم. ایران و ایرانی رو به حضور تخت فیض تو بلند کرده و دعا میکنیم. ای خداوند، ایمان داریم که نقشه های تو برای ایران سراسر سلامتی است. هرچند که دوران درد و مصیبت و فقر و ستم را داریم تجربه میکنیم، اما ایمان داریم که زمان پسح و عبور ما از این دوران ستم نزدیک است. خداوندا، تو ناله های مادران داغدار این سرزمین را بشنو. صدای دادخواهی زندانیان بیگناه را در پشت میله ها بشنو. صدای ناله شیرخوارگان را که از فقر ناله می کنند و شیری برای خوردن ندارند را بشنو. صدای کودکان کار را که در سرما و گرما فریاد می زنند ای آقا، ای خانم، از من گلی بخر.
بگذار شیشه ماشینت رو تمیز کنم. از من یک دستمال کاغذی بخر، چون پدری ندارم و مادرم سخت بیمار است. پدرم در اعتیاد و مادرم در تن فروشی مشغول است. کسی را ندارم. ای خداوند این ناله ها رو بشنو. صدای اعتراض جوانان را که فریاد میزنند زن، زندگی، آزادی، مرد و میهن و آبادی را بشنو که چگونه با گلوله صدایشان خفه می شود. صدای مادران و پدران داغدار را بشنو که چگونه بر سر مزار فرزندانشان زجه می زنند. صدای پیران و سالخوردگان را بشنو که دیگر صدایی در گلویشان نیست، چون آه حساس و افسردگی و شرمندگی از روی خانواده امان از آنها بریده. امروز ایستاده و در روح شفاعت دعا می کنیم دوران اسارت تازیان در سرزمین ما ایران تمام شود. علفهای هرز کنده خواهد شد و به دور خواهد افتاد. ای ایران، زمان یوبیل تو در راه است، دوام بیار. روزهای آزادی و پیروزی تو در راه است، امید داشته باش. برکت و رحمت در راه است، منتظر بمان، خواهد رسید. سازندگان تو در راهند، خواهند آمد و تو را بازسازی خواهند نمود. ویرانه ها دوباره بازسازی خواهد شد. تاج عزت بر سر تو نهاده خواهد شد. فقر از تو بیرون خواهد رفت. دریاچه ها دوباره پر از آب خواهد شد. زاینده رود خروشان خواهد شد. بر نوک کوههای البرز، دماوند و سبلان دوباره برف خواهد نشست. آنگاه کرد و بلوچ و لور و آذری و همه اقوام ایرانی با هم خواهند رقصید. دوباره صدای شادی و خنده در سبزه ها شنیده خواهد شد. ای ایران، عزت و سرافرازی و برکت و یوبیل و تاج افتخار به تو برخواهد گشت. دعا میکنم خداوندا در این شروع سال جدید برای بیماران، هر بیماری که هست، چه دکترها گفتن ناعلاجه، چه گفتن باید علاج بشی، به قدرت نام عیسی مسیح هدیه نوروز خداوندا که بزرگها به کوچکها هدیه میدادن، به نام عیسی تو که بزرگ، آقا، سرور و ادونا و خداوند ما هستی، هللویا، بر فرزندانت خداوندا شفا را به عنوان هدیه نوروزی عطا کن. و به نام عیسی تو رو برکت میدم و مس روغن روح خدا و تطهین شده به جهت شفا و ردای سلامتی و شادی رو بر جسم و جان و روح تو اعلام میکنم. دعا میکنم برای آنانی که مغروزن به خاطر بدهکاری‌های زیاد، چه دانسته چه نادانسته، از روی نیاز. خداوند از سخاوت آسمانیت ایشان را حکمت بده و از سوی برکت بده. برکت بده تا از قرض بیرون بیایند، حکمت بده که دوباره مغروز نشوند و ایشان را مبارک کن به برکت ابراهیم که به واسطه خداوند عیسی با آن وصل شدیم. و دعا میکنم خداوند دیگه مغروز نباشیم بلکه قرض دهنده باشیم و خداوند دم نه بلکه سر باشیم. دعا میکنم برای آنانی که بیکار هستند و در پی کاری هستند که شرمنده خانوادهشون نشن، به نام عیسی مسیح خداوند کارآفرینان رو برکت بده، دل صاحبکاران رو برکت بده، حرص و طمع از اونها بزدا و اجازه بدن که سر سفره ایشان کارگری نان بخواهند. و یک چیز رو به شما بگم، هر کس به کارگری سر سفره خود نان میدهد و اجازه میده کارگری در کارگاه او، در مغازه او، در شرکت او، در کمپانی او، در زمین او کار کند، خدا زمین تو رو، کار تو رو، کمپانی تو و شرکت تو رو برکت خواهد داد وقتی نانی از سفره تو به خانه های کارگری می رود. دعا می کنم به نام عیسی مسیح برای بی خانمانان که خانه ای ندارند، هر سال خانه به دوش، از این خانه به اون خانه، هر بار نگران کرایه سنگین تر و همینطور نگران پیش پرداخت بیشتر هستند. خداوندا به نام عیسی مسیح در این بازسازی سرزمین ما خداوندا اندیشمندان، ایران سازان را خداوند مهیا بکن که بتونن برای مسکن مردم سرزمین ما نقشه بکشن و طرحی بدن. اما دعا میکنم ای صاحب خونه ها اندکی کمتر از افراد بگیرید، خدا شما را در مکان و جای دیگر برکت خواهد داد. اگر آواره ای رو جمع میکنی، اگر بی خانمانی رو خانه میدی، درسته خودت هم خزینه داری،
اما هزینه های تو رو خدا از آسمان برکت خواهد داد. وقتی دست کسی رو میگیری، نیازی رو میبینی و برآورده میکنی، خدا نیازهای تو رو برآورده میکند. پس به انصاف با مستاجرها برخورد کن تا خانه تو پابرجا بماند. خانه ای که به خاطر فشار اقتصادی به مردم میدی و زن و شوهر به خاطر فشار تو اون خونه طلاق میگیرن، اون خونه برای تو حساب خونه برکت نخواهد بود. خونه ای که به خاطر فقر در اونجا و فشار سنگین به مردم میدادی که کسی در اون خانه خودکشی میکند، به خاطر فقر رو نداری، خانه تو برکت نخواهد داشت، حساب خونه. بگذار خانه تو خانه برکت باشد. با مستاجر راه بیا، خداوند 30-60 بر آنچه که داری بر تو بیفزاید. دعا میکنم برای زندانیان که بیگناه در زندانها هستند، به خاطر صدای دادخواهی، به خاطر صدای آزادی، به خاطر روشنگری در زندانها هستند، زیر شکنجه و آزار. خداوندا به نام عیسی اول از همه میخوام خداوند اون تسلی تو و ایمانی که اونها خداوند اونها دوام بیارن. دوام بیار ای مرد و زن، دوام بیار. این میله ها به زودی فرو خواهد ریخت. ای مرد و زن دوام بیار. آزادی در راه، دوام بیار، نبر، کم نیار. خداوندا شاید اونها تو رو نشناسن اما ایشان رو ملاقات کن. اونها تو رو نمیشناسن اما فیض تو خداوندا حتی بر خداوندا نیکان و بدان به یک اندازه است. باران رحمتت، آفتاب عدالتت بر نیک و بد به یک اندازن. خداوندا یه قوت و مسی به اونها بده، دوام بیارن. دوام بیارن خداوندا تا آزادی رو تجربه کنن. آنانی که خوابیدند خداوندا اونها دیگه تمام، اما آنانی که زنده اند تجربه کنن. به نام عیسی خداوند ایشان رو ملاقات کن. ایشان رو خداوند محافظت کن. ایشان رو از مرگ محافظت کن، از توتها و آمپول هایی که به اونها میزنن به اسم در واقع طبیعی مردن. خداوند اونها رو محافظت کن. زندانبان ها رو ملاقات کن. روح انصاف رو خداوند و توبه رو بر اونها بریز. دست از شرارتشون بردارن. خداوند به نام عیسی زندان های ایران رو خالی کن. آنانی که در خط خاکستری ایستادن را خداوندا تعیین وضعیت کن. ملاقاتشون کن خداوندا تا بتونن صدا و رسای خداوندا پیغام آزادی باشن. دعا میکنم برای داغ دیدگان خداوندا، دل مادر و پدر، خواهر و برادر داغ دیده ای خداوند با چی تسلی بیابد اگر تو تسلی ندی؟ خداوند تسلی تو بر ایشان باشد. به نام عیسی مسیح خداوند دل این مادرها رو خداوند ملاقات کن. آرامی تو خداوند، اینها تلف نشدن. اینها برای آزادی یک سرزمین جان دادن، برای آزادی من و ما جان دادن، برای آنانی که خداوند حتی بی خیالن برای اونها جان دادن. تسلی تو بر مادران باشد. افرادی رو کنار اینها بگذار خداوندا که تسلی جان اینها باشن. بعضی هاشون حتی ناندرار خونهشون به نوعی کشته شده. خداوندا افراد خیر، افراد دلسوز، افراد با سخاوت رو خداوندا به جهت کمک به آنانی که بازمانده‌اند خداوندا، مخصوصا در کردستان که مردان این سرزمین کشته شدن، زن و بچه بی صاحب و کسی رو ندارن که اونها رو نانی بده. خداوندا هدایت و حمایت کن به جهت پشتیبانی از ایشان. دعا میکنم خداوندا به نام عیسی مسیح که سال نو ما، تک تک عزیزان که امروز اینجا هستیم و شما که راه دور هستید، نیکویی، رحمت، قوت،
فیض خداوند، برکت‌های روزانه خداوند، باز شدن دروازه های نیکویی و رحمت به سوی شما و به طور خاص برای کسایی که در ترکیه هستند، در ارمنستان هستند، در کشورهای پناهنده، حتی در اروپا و آمریکا و جاهای مختلف پناهنده هستید. به طور خاص ترکیه که مثل یک باطلاقی همه درونش گیر کردن. خداوندا به نام عیسی مسیح قانونها را عوض کن و قانونهای بشردوستانه خداوندا صادر شود و دری خداوندا به جهت عزیزانی که در اونجا سالهای طولانی گیر کردن باز کن. به نام عیسی حکم برگشت اونها به ایران رو لغو شده اعلام میکنم. به نام عیسی قانونهای ترکیه رو تغییر بده و این شرارت و دشمنی که بر ضد پناهندگان آواره هست خداوند دست بردارن وگرنه سقوط میکنه. حکم خدا برای ترکیه هم هست. آزار و اذیت نه فقط بر مردمی که بر خودش هست، بر آنها نیست که به نوعی دارن به هر شکلی پناهنده ها را آزار میدن. خداوندا راه ها و دروازه ها را برای کشور سوم برشون باز کن. آنانی که در اروپا پناهنده هستن خداوندا قوانین رو به سمت سوی حمایت از اونها، مؤسسه‌های حمایت از پناهندگان رو برانگیز تا بتونن خداوندا ایشان را حمایت کنند، دست از دیپورت خداوندا مخصوصا ایرانی ها بردارن. به نام عیسی خداوندا دعا میکنم که امسال سال برکت، سال نیکویی، سال رحمت برای ایران و ایرانی باشد. به نام یشوع ماشیه پسر خدای زنده با شکرگزاری. آمین. 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 خدا را شکر برای این فرصتی که داشتیم. قبل اینکه بخوایم بریم سالن پایین به جهت پذیرایی، میخوام اعلام کنم همینطور که همسر عزیزم روزا اعلام کرد، هفته آینده ما جلسه آنلاین داریم، نه حضوری، چون دانشجویان ثبت نام شده جهت تفسیر کتاب مکاشفه حضور خواهند یافت. اگه مایل هستید به این جلسات وارد بشید، میتونید از کانال @تماس 70 در کانال تلگرام بنویسید و ثبت نام کنید. ولکام، تشریف بیارید. این درباره این قسمت. پس هفته آینده ما برنامه‌ای در این قسمت نداریم، اما با امید خدا در سالن پایین به جهت پذیرایی که خواهیم جمع شد، میخوام به نام عیسی با شما خداحافظی کنیم و تا هفته آینده که نه هفته بعدش که دوباره با همدیگه جمع میشیم، برکت، نیکویی، رحمت و لطف خداوند طبق مزمور 23 که ما را تعاقب میکند همواره دنبال شما باشد که شما را فرا بگیرد. و دعا میکنم عشا و شام خداوند داریم اولین هفته های هر ماه. در واقع ما شام خداوند داریم به جهت شرکت در شام خداوند و به طور خاص دریافت شفا و نان روزانه. حتما عزیزانی که راه دور هستید آماده کنید، اونایی هم که تشریف میارید اینجا شرکت خواهید کرد. برکت، نیکویی، رحمت خداوند بر شما باشد. مجددا سال 2584 شاهنشاهی رو به شما عزیزان و سرزمین ایران دور و نزدیک تبریک میگم. تا درود دیگر، بدرود. شما رو به خدا میسپاریم. خداحافظ.